تو تاریخ فوتبال بعضی دروازه‌بان‌ها فقط شوت‌ها رو مهار نکردن، اونا زمان رو متوقف کردن. اینم از 5 تا از بهترین دروازه‌بان‌های تمام دوران. شماره 5 پیتر چک، دیوار چلسی، کلاه ایمنی روی سرش، رفلکس های فراانسانی، یه اسطوره لیگ برتر انگلیس. شماره 4 مانوئل نویر، دروازه‌بان آینده، اولین سوینگ کیپر مدرن، قهرمان جهان و ارباب مطلق محوطه جریمه. شماره 3 ایکر کاسیاس، سن ایکر، قهرمان اسپانیا، رفلکس های فولادی، سیف های جادویی، یک جام جهانی، تو قهرمانی اروپا، یه اسطوره زنده. شماره 2 جان لویجی بوفون، گلادیاتور ایتالیایی، 2 دهه حضور در قله، یه طول عمر فوتبالی که زمان رو به چالش میکشه. و شماره 1 یه دروازه‌بان افسانه‌ای منحصر به فرد ابدی. وقتی بقیه شوت‌ها رو مهار میکردن، اون سرنوشت‌ها رو متوقف میکرد. بهش میگفتن عنکبوت سیاه، تنها دروازه‌بانی که تو تاریخ توپ طلا رو برده. اسمش رو تو کامنت ها حدس بزنید.